سلام. یه چیزی دیدم، هم کف کردم هم ترسیدم. یه چند ثانیه‌شو براتون پخش میکنم، حدس بزنین رابطه این دوتا زن با هم چیه. این گفتگوی بیک مادر و دختره. دختر بارداره و مادر داره نصیحتش میکنه که در دوره بارداری چی کار کنه. با یه تفاوت بزرگ، اون مادر اصلا زنده نیست. اون مادر نسخه دیجیتالیه و این هم تیزر یک اپلیکیشن برای تبلیغات که ادعا میکنه من آرشیو بشریت رو زنده نگه میدارم. به من 3 دقیقه ویدیو بدید از کسی که از دست دادید، من با تصویر و صداش براتون نسخه دیجیتالیشو میسازم. بعد باش زندگی کنید، باش حرف بزنید، باش ویدیو کال کنید، باش عشق کنید. اما چرا از مادر استفاده کرده برای تبلیغش؟ برای اینکه تکنولوژی فارغ از هر نوع بدجنسی دنبال نیاز بشره و این روزها هم دنبال اینه که برای دلتنگی های ما هم نسخه های شبیه سازی شده درست کنه. رفته تحقیق کرده، از آدم‌ها سوال کرده، گفته که چه کسی رو دوست دارید اگر که از دست دادید و مرده، من براتون در قالب نسخه دیجیتال زندش کنم. بالای 83% گفتن مادر. این هلوش ماجرای روز مادر، کلی ویدیو و استوری و حرف و تکست و کپشن میدیدم. میفهمم برای کسی که از دست داده، قابل درکه برای کسی که از دست داده میتونه وسوسه انگیز باشه نسخه دیجیتالی مادرش که سفارش بده، که براش اشتراک بخره، که براش پول بده، که براش نسخه دیجیتالی مادرش رو بسازن. کاری هم ندارم به خطراتش که چقدر میتونه روند سالم سوگواری رو آسیب بزنه این کار، چقدر برای بچه‌ها، برای افراد آسیب پذیر میتونه خطرناک باشه. اما باید این دلتنگی و این نیاز بشر رو به رسمیت بشناسیم. واقعیت داره. حالا برای من و تو که نسخه واقعی مادر رو داریم چه غلطی باش میکنیم؟ باید بشینیم منتظر که یه روزی نسخه دیجیتالیشو برامون بسازن، سفارش بدیم و احتمالاً عین همین هوش مصنوعی از ایناست که حتما از همون تعریف میکنه، تمجید میکنه، با تصویرش، با صداش. حتما نسخه دیجیتالی مادر ما شبیه مادرمون خسته نمیشه، شبیه مادرمون نق نمیزنه، شبیه مادرمون از این فحش‌های مامانی نمیده بهمون، شبیه مامانمون دست و پاش درد نمیکنه، شبیه مامانمون تا دیر وقت بیدار نمیمونه که برسیم، که خوب بخوریم، که خوب بخوابیم، شبیه مادرمون پولاشو جمع نمیکنه که برامون یه چیزی بخری که دوست داریم، شبیه مادرمون برامون دعا نمیکنه. اصلا بوی مادرمون رو نمیده نسخه دیجیتالیه. تا نسخه واقعیشو داریم باهاش عشق کنیم، تا میتونیم بوش کنیم، دستاشو محکم بکشیم رو صورتمون.